سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. امیدوارم خوب است. محمد تقویف یک احمق آدم. گوش کنین چی میگه. اکا کوز میمونی، همون دوم میمونی. گفتی شما از دیگر یکان راه با خودم بودگی نه. وقتی یک دوملو ریش شما را گرفتن فرضه احمق ها. 3 سال شی گفتی سی ما فالون میکنیم. تو گپای ایدیبه کی بلوگر را تکرار کسی. ایدیبه کی بلوگر گپای اقبالی شما را تکرار کرد. نمان جاکیت ای تایوب کا از وطن بیرون. شما همه بانم مخالف تاجیک ای بانم مجاهد ای تایوب کا جاکیدا میتونید. ای پیش شما گپ زدن نمیتونید. ایدیبه کم برو ما گفته بود. فلان میکنم بودکی گارگیتون مادرتون خواهرتون اپاتون پدرتون دستک زد جواب میتون با گپم سیومکا میکنم پان میکنم مرا هیچ گفتن نمیتونه امروز خپه بلیدک محمد تقویف شما کلا نمیتونی شما میگین ما کی شما صف پرستیتوت هستین محمد تقویف قسم میخورم با این منو روزش میشه و احمق با این گپا جواب میدی. 1 سال پیش تو گفته بودی پشت پرده کی سوخوفایو ما میم 4 میلیون زن تاجیکا چخیلی کی گفتی کو ما یا بولگا میمونو اکا کوز میمونی، همون دوم میمونی. گفتی شما از دیگر یکان تو گفته بودی محمد تقویف بخشی زیاد مناره عزیز جوی گپای ریشه ما خودم میگیرم تو با گپا جواب دادن نمیتونی. ما میرم بعد ویدیو براشین میکنم که مردم در جو جمع شود. رنگی تی کزیود با یک بانو مخالفی دیگه یک بسوادی دیگه الماس 1 سال پیش گفته بود که ما میبرم حقیقت گام میزنم ایمینا برای بانو مخالف برای کروپسیا. اگر ما گام نزنم ما پسلیدنی ودام ای با 1 سال گذشت همش ما یک پسلیدنی ودام گپای بلوگری دیبه که تکرار نکه ایدستان هیچی نامیا بانوم مخالفی تاجیک ما شما را کنکرتنی استفادهتون میبریم ما کی شما 18-20 فویشوی ناتو هستین بانوم مخالفی تاجیک بر هر یک سخنتون جواب میدیم ما گارانتیتون میدم بانوم مخالف تاجیک ای بانوم مجاهد یا جان تشکر هموطنان عزیز.